بامی جهان ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ مکانی برگزاری مسابقه بین المللی گشتنگیری بخشیده به تجلیل نوروز بین المللی سال 2025. شهر قبای ادانه دارد، خیلی زیبا شهامتش و کوه را برف های احاطه کردند که با آن زیبایی دیگر می دهند. بیناهای بلندآشیانه هم واقعا در سالهای اخیر اینجا هم به استفاده داده شدند و مردم خوشحالانه آسوده حالانه از فضای معطر رنگبار و زیبای عطرآگین بهار عالم افروز سپاس و شکرگزاری از استقلالیت کامل دولتی میکنند و ما در نزد ورزشگاه مرکزی شهر خوروغ قرار داریم که اینجا بعد از چند لحظه مراسم قرعه‌کشی اوید به گشتنگیری برگزار خواهد شد. شعار و لوحه های خیلی زیبای ادانه نوروز خجسته مبارک در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان این افاده باز هم جلب یا دعوت مهمانان ارجمند به این مسابقه با نفوذ بین المللی است. گفتند که مسابقه جمهوریوی برگزار می‌گردد و اکنون شهامتش بالاتر گشت، چون که یک دسته مکمل جمهوری قرقیزستان از ازبکستان و پهلوانان ایران هم به خوروغ شهر آمدند که این مایه افتخار ما است که در نوروز الکی در دیگر منطقه های مملکت هم شماره مدعیان و پهلوانان در تنتنه های نوروز ما بیشتر و زیادتر می گردد. الکی ورزشگاه قبای ادانه دارد. براستی این گوشه هایی که می بینیم با شیار و آویزه ها ماز استقلال دولت یافتیم، سرور غمخوار ملت یافتیم. به این مردم خدا و این مرد خدای هموطن شکرانه باید کرد و به مردم شرفمند و مهمانوازی ولایت مختار کوهستان بدخشان که الکی آماده خدمتند عرض سپاس که بسیار پهلوانان و مهمانان رو خوش پذیرفتند. اینجا منبر افتخاری است که پهلوانان البته با سفره ظفر میبرایند و با این ام تحفه های ارزنده قدر میگردند و الان میبینیم که گلیم رو هم آماده کرده ایستادند. همه تردد و تمام مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان خاصه شهر خوروغ برای استقبال مهمانان و برای پیشواز شخصیت های برومند گوشین و مهمانان عالی قدری هم تاجیکستان و قرقیزستان اینجا همه جانب جبینشان باز است که امیدواری ها برای در سطح بلند دایر گردیدن این مسابقات باز هم بیشتر می شود. در دو گلیم البته رقابت های 5 وزن شروع خواهد گردید. ما یک لحظه درود سردار ریاست جوانان و ورزش را سلامت باشی. چرا انتظار از آنه که شما گفتید که این مسابقه جمهوریوی می شود بین المللی شد؟ سلامت باشه. امروز با تشبوس به واسطه محترم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان مسابقه که امروز جمهوریوی بود الکی بین المللی شد. مهمانان از داخل و خارج کشور از جمهوری ایران، از ازبکستان، از قرقیزستان الکی تشریف آوردند و همه دیده ایستادیم که آمادگی در سطح بلند رفته ایستاده است. الکی مهمانان در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ قرار دارند و ما با یک دلگرمی آمادگی دیده ایستادیم. امیدواریم که این چوره بینی در سطح بلند میگذرد و ایثار سپاس و مینتداری را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب بیالی محترم امام علی رحمان بیان میکنیم که همین شرایط و امکانیت برای ما فراهم آورده است. تشکر. فضای ادانه است. مبارک باشد نوروز با مردم تاجیکستان. واقعا هم خوشحالی است و سرفرازی ها از این بیشتر نمی شود که هر یک چهره ارزنده و کل پهلوانان هم
اینجا توجه به نظری الهیده دارند که به میدان آیند و واقعا هم جریان این رقابت ها را یک جا تماشا کنند و هر یک نفر باز هم هوادار خود را دارد و پهلوان خود را دارد که میخواهد آن را در میدان ببیند. از بس که اکنون شماره پهلوانان زیاد شد از کشورهای قرقیزستان و ازبکستان و اکنون پهلوانان ما را هم ضرور است که اینجا یک توجه و نظری الهیده برای نتیجه های بیشتر هم داشته باشند. هر گوشه نظر میکنیم جمعی پهلوانان شریف را خوش آمدید میگوییم به شهر خاروق. السلام علیکم، خوشحالیم که شما رو دریافتیم. نوروز مبارک. سلامت باشید. سلامت باشید. خوشبختی، سعادت و آفتابی وحدت و سعادتمندی مردم تاجیکستان همیشه نورافشان باشد. چی آرزومندی به مردم خاروق؟ نوروز مبارک شود به مردم خاروق و مردم تمام تاجیکستان و سال خوب داشته باشند. سلامت باشید. این میدان با شما آشناست، اما این سال فکر میکنم منچه مشکل تر میشود که از ایران و از قرقیزستان و ازبکستان فضا خیلی هم فضای خوبه. کوشش میکنیم این سال هم الکترومبیل هم گیریم بریم. سلامت باشید. با شما برای کار میخوایم. تشکر. یک پهلوان دیگر از ناحیه رودکی. همه چهره ها رو اینجا یافتن ممکن است. اگر ما نزدیکتر شویم در این منطقه هم باز مراسم قرعه کشی است که تعدادی پهلوانان خیلی زیادن از کشورهای همجوار گفتیم و با کاری آنها خلل وارد نمیسازیم و سعادتمندی میخواهیم با آنهایی که به خاروق آمدن و تنتنه شهر خاروق را اینجا هم با هنر خودشان باز یک شهامت و نیروی دیگر خواهند بخشید. امیدواری ها به خاطر فردایی که میدان البته نشان خواهد داد.